این سرزمین پهناور در قفسه سینه تو که قرار داده؟ جوابش کیه؟ جوابش کیه؟ الله. کسی میتونه غیر از الله ادعا بکنه که این دل رو به تو داده؟ اگر الله بخشنده این دل، این سرزمین پهناوره، پس ما حق نداریم باغبانی این دلمونو به کسی غیر از الله بدیم. الله هم باید باغبان دل ما و شما باشه. وقتی اجازه میدی به الله که باغبانی دلت بکنه، الله بوته های گل خوشرنگ و خوشبو میکاره. هر حرف قرآن یک بوته گل محمدی است که ازش گلاب میگیرن. بهترین گلاب در کاشانه. همین گلاب کاشان سالهای سال میرفته به خانه خدا کعبه، با گلاب کاشان ما کعبه رو شستشو میدادن. اگر باغبانی دلمون رو به الله بدیم و الله باغبان دلمون باشه، هر نقطه پهناور این زمین پهناور که دل ما و شما باشه یک بوته گله، هم خوشرنگ و جذاب و هم خوشبو و معطر. اما اگر خدای ناکرده این سرزمین پهناور رو به ابلیس و شیطان دادید، بذر چی میکاره؟ اگه باغبان دل ما و شما ابلیس و شیطان شد، بذر کینه، نفاق، شهوت، معصیت، فساد، ظلم، تباهی، گناه، خیانت، غدر، حسادت، دیگه هر روز باید سینت اینطوری بگیری. این سینه رو میفشاره تو. معصیت سینه انسان دل تو سینه میفشاره. سیاه رگ ها اگر فعال شدن، خونهای فاسد و وارد چه قلب تو میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که یک پارچه گوشی در قفسه سینه توست که اون دل اسمش قلبه. اذا صلح صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. یک تکه گوشی به اندازه کف دست اگر صالح شد، اینجاست که خون پمپاژ میکنه، خون معنوی که حیات ما به اون مرتبطه. اینجا نباید لانه شیطان باشه. انسان مسلمان باید مثل قطره باران باشه. همونطور که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین بود و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم رحمت برای انسان ها نبود، برای مسلمان ها تنها نبود، برای همه انسان ها بود. برای انسان ها تنها نبود، برای کل عالمیان بود. واقعا برای همه رحمت بود. میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. همون پیامبری که درباره خون انسان و حرمت خون انسان و حیات انسان آنچنان صحبت کرده و آبروی انسان و مسلمان، همون پیامبر در ریختن خون حتی حیوان حلال گوشت. ان الله كتب الاحسان على كل شيء. خدا نیکی و احسان و مهربانی رو بر هر چیزی نوشته.